در یک کتاب خونده وقتی که یک زن و یک شوهر از دنیا میگذرند، زن در دنیا همچنان مهربان بود، همیشه حرمت عزت شوهر میداشت. میگه هرگز میگه به سیاهی چشم و قاشش سیاهی نمیدوان، هرگز به سفیدی روش میگه سفیدی نمیدوان، یعنی که زینت در دنیا زیاد نمیکرد و مانند زنای امروزه قاشچینی و سرخلوی و اینا نمیکرد. میگه به خاطر روزی آخرتش که با همه شوهرش یک جا باشه. و میگه وقتی از دنیا گذشت خبر به گوشش رسید که شوهر در جنت الفردوس، اما تو میگه در جنت پایانترش. بعدا میگه نزد الله عرض کرد، فرشتگان گفت بیروی به پروردگار گوی که من امو فلان زنی هستم که در دنیا حرمت شوهر واجب میدانستم. چگونه که الله فرمان داد؟ برای چی وعده الله بود که هر کسی که شوهر خود حرمت میکنه انشاءالله در آخرت به خاطر او حرمتش و به خاطر آنه که توی و تماشاهای اینمی حافظی و ویا میگه چمن کرد با شوهرش در روز قیامت میمونه انشاءالله. برای چی امروز من تنهایم، شوهرم در دیگر جا. و میگه وقتی این خبر به نزد الله میره، الله میگه درست میگه بنده من در حوض کوثر میگه شستشویش کنه نزد شوهرش داره. وقتی زن میگه شستشو میکنن میگه به مانند ماه شب 14 میگه همچنان زیبا میشه، همچنان روی اون نور پیدا میکنه، هرگاه میگه چرخ میزنه از نوری روی اون میگه جنت روشن میشه. و میگه وقتی که میگیرن میگه فرشته ها میگه حورهای و غلمان ها میگه به سوی شوهرش میبرن. وقتی که میگه میبینه شوهرش در یک قصر میگه همچنان او قصر زیبای 70 دروازه داره، 70 منبر داره، میگه همچنان زیبایی که در او قصر میگه زن میگه حیران میشه. وقتی میدره میبینه که شوهرش ششتر گیردش بسیاری میگه همون و یا چیزای جنتی، حورهای جنتی میگه در اطرافشان همچنان زیباین. میگه زن حیران میشه و خود به خبر که زینتی که الله به او داده حورهای جنتی در پیش او هست، همچنان زیبایی داده باشه الله. و شوهر میگه اندرمان هوایا بود و نخواست میگه یکی چشمش افتید به این زن دنیا، میگه از جای برخست از منبر، میگه نگاه کرد، میگه حیران شد خدا من این مفخری میگه این کی باشه، این دریده چیکار میکرده باشه، اینم پور باشه. الله میگه نه، این زن دنیایی چیه؟ میگه پروردگارا زنی من قدر زیبا نبود، یک زنی بود که سینه هاش آویزان شده بود، لبهاش سفید شده بود، قامتش میگه خم شده بود. میگه به خاطر تو میگه به خاطر روز قیامت از ترس من میگه او زینت زیاد نمیکرد، بالای لباسش چادر داشت. میبینین در هر معرکه که حافظی و هر چیزی که شیطانی بود، عملی شیطانی از اونجا خودش دور میکرد، همیشه در پای خداوند بود، در پای تلاوت قرآن بود، همیشه در خیر و سخاوت و هر کاری که به سوی جنت همیشه خنده همین کارها بود و همین خاطر من شما را باید جا کردم.